سلام بینندگان گرامی و مخلصان همیشگی برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت. عزیزان دل یادرس میشیم که امروزها البته هفته های اول ماه زمستان است و ما میدونیم که یعنی علت های موسمی چون شمالخوری و البته که زکام و عاقبت های ناخوش آن هم هر روز دیده می شود و از این خاطر البته تصمیم گرفتیم که نسبت موادهای شفایی غذایی صحبت داشته باشیم که محض در همین روزهای فصل خنکی سرما و پیدایش علتهای البته موسمی چون زکام یعنی یک موضوعی رو پیشنهاد شما کنیم و نسبت مواد شفایی غذایی که خوشبختانه خیلی البته فایده بخش است یعنی عسل صحبت داشته باشیم. یادرس میشیم که وقتی که ما عسل میگوییم یگانه موادی هست که انسان او رو استحصال یا خود حاصل نمیکند. یعنی همه تمام موادهای شفایی چی انسان او رو دستی یعنی خودش تیار میکند با مانند خوراک ها و چی توسط فابریکه ها یعنی تیار میکند، ولی یگانه مواد شفایی غذایی که خیلی البته خاصیت شفایی بلند دارد این عسل هست که از یعنی طرفی یا از جانب آرو یعنی زنبور حاصل می شود و اگر نسبت تاریخ پیدایش عسل از این دل صحبت داشته باشیم یعنی از معلومات های گفتگوهای ارخئولوژی و خلاصه اومدن که تاریخ زیاده از 130 میلیون ساله داشته است و در حقیقت یعنی علامت ها و نشانه های هم یافته شدند که در آن خود زنبور هم بود و یعنی عسلش هم بود و در حقیقت اثبات کردند که 130 میلیون سال پیش این وجود داشته است، شاید بروقتر هم وجود داشته باشد و 15 میلیون سال پیش یعنی انسان عسل رو شناخت و خوردن آن رو البته که کسب کرد و یادرس میشم که وقتی که نسبت عسل و آرو صحبت میکنیم باید یادرس شوم که یکی از اولین شده یکی از عالمانی که عالمان امریکایی یعنی لانگ تروسک یکی از عالمانی بود که سال 1851 نسبت آموزش یعنی عسل سر و کار داشت و اولین نفری بود که در حقیقت چگونه عسل رو از آن یعنی عسل خانه گرفتن در کار، چگونه به ماده زنبور خلل نرساندن و او رو معیوب نکردن بود و آهسته یعنی کاری علمی و کاری تجربوی لانگستروک آن بود که یعنی همون یشک ها یا خانه هایی که زنبور در اون استقامت میکند و تا حالا اون خانه ها هستند یعنی همون خوب رمکه هایی که درون همون خانه هست یعنی باید که بین همون رمکه ها 8 میلیمتر باشد. بینید 1 سانتیمتر اگر زیاد باشد هم زنبور کار کردن نمیتونست است و از 8 میلیمتر یعنی البته که کمی جفس باشد هم زنبور فعالیت کردن نمیتونست است که این رو اولین بار سال 1851 عالم امریکایی لانگستروک یعنی نوشته بود، پیشنهاد کرده بود. خوب بعداً در حقیقت سال 1912 یکی از عالمان نمیس با نام کارل فریش فون که اولین شده یعنی خوب زنبور و حرکت او رو آموخت، زبان او رو آموخت و در حقیقت یعنی خانه ها یعنی یشک های شیشگین کرد و البته میبیند که چگونه زنبورها فعالیت میکنن، کار میکنن و در حقیقت یعنی زبان زنبور رو آموخت و زبان زنبور این حرکت زنبور بوده است. وقتی که زنبور البته یعنی خوب همون زنبوری که رزویچ میگن یعنی همون زنبور رفته یعنی کیلومترهای کم و زیاد رو طی کرده گل رو یافته گشته آمده
با ана ҳамон коллективаш яъне тавассути рақсҳои худаш яъне мефаҳмонад ки дар ҳақиқат он гиёҳ дар кадом масофа ҷойгир ҳаст. хеле аҷиб аст. Он гиёҳ дар кадом масофаи километр яъне мавҷуд аст, аз сатҳ яъне аз тарафи офтоб чанд градус ин ё он тараф шимолу ҷанубу ғарбу шарқ аст. инро ҳамон олими немис Карл фон Фриш хеле омӯхт ва дар ҳақиқат таҷриба кард ва яъне рақсҳои анамон занбурро соли 1912 яъне то соли 1921 яъне соли 1921 таҷриба кард ва соли 1923 як китоб бо номи танц пчёли яъне ҳамон рақси занбурҳоро дар 186 саҳифа овард. бинед хеле аҷиб аст бинандаи гиромӣ. ва ба хулосае омад ки занбури яъне ҳамон разведка занбуре ки мераваду вазифааш аз албатта ёфтани он гулу гиёҳҳо ё дарахтзорҳои гулкарда иборат аст. яъне он гурӯҳи занбурҳо рафта омада хабар метиҳанд ва омада дар ҳамон яшик яъне рақс мекунанд. рақси ба монанди рақами 8 восьмёрка рақс мекунанд ва он дигар занбурҳо мефаҳманд. ва инро ҳатто соли 1851 яъне ҳамон олими амрикоӣ ки бинандаи гиромӣ дар боло гуфтам ки нисбати занбур аввалин шуда заҳмат кашида буду аз назари илмӣ кор кард. яъне природный код номид ҳамон коде ки дар ҳақиқат занбур ҳамдигарро мефаҳмад. ва соли 1973 ана ҳамин Карл фон Фриши немис олими немис як яъне сазовори мукофоти нобелӣ гардид. бинед ин қадар заҳматҳои хеле хеле аҷоиб нисбати яъне ана ҳамин занбур. хуб албатта барномаи ҷолиби моро бародарон яъне занбуркорон занбурпарварон ҳам дар ин лаҳза моро дида истоданд ва хеле лаззат ҳам бурда истоданд. ёдрас мешавам ки дар ҳақиқат занбур худ як мӯъҷизаи коинотӣ аст, мӯъҷизаи табиӣ аст. ва аҷибаш оне аст бинандаи гиромӣ ки тамоми ҳаракатҳоро бо анамон яъне суҳбат мекунанд, гап мезананд бо анамон рақсашон. ва баъдан албатта ки дунболи анамон занбуре ки аллакай он сарчашмаи гулу гиёҳ дарахту буд ҳазорҳои гулкардаро ёфта буд, рафта яъне гирифта албатта ки он шаҳдро гирифта меоянд. ва аз он албатта ки бо технологияи ниҳоят аҷоиб мураккаб яъне асал тайёр мекунанд. ва бинед бинандаи гиромӣ ки вақте ки мо нисбати дар ҳақиқат ору суҳбат мекунем ҳоло ҳам яъне олимон на тамоми паҳлӯҳои яъне асрори сиру асрори оруро нафаҳмидаанд. ин қадар як хислати аҷоиб дорад. ва бинед ҳамон нафар яъне анамон Карл Строн гуфта буд ки дар ҳақиқат ҳатто ҳисоб мекунад яъне чанд миллиметр хонача сохтан дар кор аст ва он хонаҳо 6 кунҷа ҳастанд. бинед 6 кунҷа ҳастанд. ва ҳамон инсон мегуфт ки занбур як мағзи сараш ҳамагӣ 2 миллиметр ҳаст. бинед бинандаи гиромӣ ҳамагӣ занбур яъне Лангстрок гуфта буд ки 2 миллиметр сари мағзи сари занбур ҳаст ва албатта ки 1 миллион нейронҳо дорад. ва яъне ҳамон нуқтае ки фани математика географияро хеле хуб аз назари илмҳои коинотӣ яъне табиӣ додашуда дар қишри майнаи сари 2 миллиметраи занбуре ки ҳаҷми кунҷидро дорад яъне ҷо гирифтааст. анамун дар ҳаҷми кунҷи ҷо гирифтани маркази дониши вай, фаҳмиши вай, ҳисобу китоби вай ки математикаи географияро хеле аҷоиб агар намедонист занбур ин хел амалиёту фаъолият карда наметавонист. он албатта як заминае дорад, як фаҳмише дорад ки дар асоси ҳамон кор мекунад. ва қоил шуда буд он олим
و در حقیقت یعنی سال 1000 البته 973 که مکافات نوبلی کارل فون فریش گرفته بود، این هم خدمت نهایت زیاد کرده بود نسبت رقصش و نسبت مکانیزم کارکنش. بعد اثبات کردن که یعنی ماده زنبور کار میکند، زنبور نر یعنی کار نمیکند و ماده زنبور یعنی البته میارد و نر زنبور باشد اونجا فونکسیای خود را دارد، یعنی اون لابرانت هست و اون یعنی خوب البته که ستورش یعنی نگاه میکند همون خوب البته ایلچه رو همون کروبکه رو که مثلا زنبور بیگانه نآید و عجیبش آن است که چگونه گل میارد و اگر از همین مثلا رستنی های زهرناک مثلا اثری رو مثلا وقتی که ماشین مثلا گرد و چنگ میکند اثر رو گل میارد که اون زهرناک است نمیگذارد، یک بار دو بار آگاهی میتید، بعد سوم بار اگر همون زنبور همون خیلی خطاگی کرد اونا نیست میکنن میکشن. بینید شاید که همین آگاهی های انسان هم از زمان گرفته شده است توسعه مراتبه و عجیبش آنی است بیننده گرامی که در حقیقت تا 18% باید که نمناکی داشته باشد اصل، تا 18%. از 18% اگر زیاد شد اصل ترش می شود. باید یادرست شد که دو مواد غذایی است که کهنه نمی شود، یکی روغن زرد است، یکی اصل است که هزارها سالها می ایستند. حتی از نظر فهمش های تاریخی یعنی البته که خوب شاهان یونانی قدیمی مصر قدیم خودشان رو مومیفیسیرovat میکردن، یعنی با اصل میپوشوندن، با مومیو میپوشوندن که اونها نپوسند. و بینید که زنبور هم یعنی اگر به شرطی که مثلا یگان خوب زنبور دیگر میمورد یا که یگان مثلا موادی هست یگان جانوری هست به مانند موش که میدراید اون رو گیرد کرده مومیفیسیرovat میکنن. بینید این فهمیش رو بینید راحت میکنید بیننده گرامی که تا اون که اون یعنی کس چیزی که در اومد نپوسد و اون یعنی اصل رو البته که زهرناک نکند. خیلی عجیب است و می شود همین خیلی که مثلا زنبور باز دشمن دارد، برای از دشمن خود رو احتیاط کردن مثلا زنبور علو میگن که کلان هست. بیننده گرامی همش مثلا نفرانی که بود در قشلاق ها البته خوب یعنی زندگی کردن میدونن که زنبور علو خیلی خوفناک هم است و زنبور علو اگر 4-5 تاش بیاید یک یشک زنبور همین آرو رو نیست میکند، میکشد، کلکن میکند. بینید خیلی عجیب است. خب اگر همون هم رزوید که دارد یعنی همون رزوید که زنبور علو اگر میبیاید میبیند که همونجا زنبور اصل است گشته و رفته خبر میتید آمده اونها رو میخورن نیست میکنن. ولی بینید همون اخرانه یا همون یعنی پوسبونی که دهانی داری دریچه همون یعنی کروبکه خونه یعنی زنبور به هست نگاه میکند که دشمن اومد خودش رو قفا میکشد و خبر میتید که یعنی خوب شخصی یا که نفری یا که چیزی خوفناک اومد همش تیار میشوند برای نیست کردن وی. وقتی که قفا میرود همه یک جایه یعنی چیزی در لهجه های شیرین تاجیکانه میگن همه کسه شده الان زنبور علو رو گیر کرده حرارت میتین او رو گرمی میتین 45 46 47 درجه گرمی میتین و او در این گرمی طاقت نمیکنه تا 50 درجه میمورد. خوب در این یعنی مبارزه یک چند زنبور هم شاید نیست شود از این زنبورانی اصل، ولی به هر حال بینید که اون دشمن رو نیست کرد در جایش و او رو مومیفیسیرovat میکند که باز اون ویران نشود نپوسد و یعنی اصل های اونها رو زهرناک نکند. خیلی عجیب است. و عموما زنبور یک خودش یک پرنده هست، یک یعنی حشراتی هست که نهایت معجزه‌ناک است و با همون 2 میلیمتر مغز سرش که مثلا برای که شما از برنامه ما راحت برید لذت برید مغز سر انسان مرد 1 کیلو 375 گرم است به حساب میونه
زن باشد 1 کیلو 275 گرم. لیکن این معنی اون رو ندارد که زن مادر نسبت مرد مثلا خوب فهمیشش سستش، نه، برعکس. و بینید با این حجم مغز سر اینقدر بسیار هم یک دانش نهایت بسیاری دارد. و یادرس میشم که یعنی 7 البته که محصول دارد. در اینجا زنبور عسل یعنی عسل کار میکند، خوب پروپولیس است یعنی پیرگا نون عسل است، خوب البته گرد عسل است، شیر عسل است، خوب زهر عسل است یعنی زهر زنبور است که مثلا اپیتراپی میگویند، اپیتراپی میگویند که مثلا همون متخصص اصلا یعنی عصب شناسان نیوروپاتولوژ نورولوژ گرفته در پرابیرکا بالای همون جایی که درد میکنن میگذارن و میگذارن و البته که از ارتریت، پولی ارتریت، نیوریت، نیورالژی و از بسیاری درد و علتهای عصبی یعنی نیورولوژی کسلو در حقیقت شفا می‌یابد. ولی یک چیزش عجیب است که وقتی که میگذرد او همون یعنی البته نورش همون با مانند خوب البته پرمه هست، وقتی که میگذرد الکی و خسته و پرواز کردن در میمونه، درست میشود. و وقتی که اگر که او رو کنده پرتوید بعد 1 ساعت نیم ساعت زنبور به هلاکت میرسد بینید. ولی اگر کمی حرکت کنه همون نیش درون میدراید بیرونی و اگر نکند ارگانیسم میجوز اگر نوزده باشد بیننده گرامی فراموش نکنید اگر الرژی داشته باشید شلک میگن یک زنبور کفایه است که انسان رو به هلاکت رساند. ولی اگر ارگانیسم سالم باشد و یگان حالت‌های الرژیوی نداشته باشد بیننده گرامی تا 100 زیادتر هم که اگر یعنی گزد البته که نشماند هیچ نمیشود. خوب ولی هستند زنبوران افریقایی بودند که به انسان هجوم میکردند، آنها خیلی احساسی و حساسی بودند و حتی حیوان رو گزیده حیوان هم میمرد، آدم هم میمرد. ببینید خیلی یعنی زنبوران گوناگون هستند، چندین هزار نمود زنبور است. ولی باز عسل ها تیار میکنن، عسل چه گفتیم پیرگا و پروپولیس. خوب اگر نسبت خاصیت های شفابخشی عسل از نظر یعنی علمی حرف زنی بیننده گرامی، یعنی عسل باید تازه باشد، نه اینکه مثلا بعضا عسل کاران من عذر میخواهم یعنی شکراب تیار میکنند آورده با خریداران پیشنهاد میکنند، باز 1-2 زنبور زنده هم بالای او میمونند که گویا که این همون عسل تازه است، ولی این عسل اصلی نیست، از شکراب از قند و شکر تیار کرده. یعنی میتونن که این هم برای انسان هم برای خود زنبور هم بعضا زلال داشتنش ممکن است. عسل تازه یعنی این عسل های بهاری اصلا هستند که چند نمود میشوند، زیاده از 3000 نمود عسل میشود بیننده گرامی. این به خاطر چیه؟ یعنی 1 کامپوننت 2 کامپوننت بسیار کامپوننت میشود. اگر از 1 نمودی گل بیارد 1 کامپوننت است، از 2 نمودی مثلا گل و گیاه درخت بیارد 2 و زیادش یعنی منگه کامپوننت بسیار کامپوننت است. و عسلی از همه خوب مثلا عسلی که از گریچکا یعنی خوب البته رسانی گیاهی مرجمک میگن که ما گریچکا پلاو میخوریم مرجمک میگن در زبان تاجیکیش یکم از آن خوب است. بعد پخته که ما میکنیم از این پخته اگر عسل کار کند از گرد دیگر او هم خیلی فایده‌ناک است و دیگرها هستند. ولی عجیبش آن است که شاید شما پرسید که نرخش چگونه است. خوب البته عسل ها نرخشون خیلی گوناگون هستند، وابسته از همون تازگی و وابسته از همون یعنی شخصی که با ما پیشنهاد میکند. خوب اون چند گوید البته ما مجبوریم که او رو گیریم چون که خاصیت های شفایش خیلی خوب است. ولی اثری هست بیننده گرامی که در ترکیه رو حاصل میکنند. فراموش نکنید خیلی جالب است، در یک جزیره ترکیه یعنی 1 کیلوگرمش $6800 است. بینید یعنی 1 کیلوگرم عسل ترکیه 6800 کیلوگرم است. خوب بیاید در قسمت دوم برنامه‌مون بیننده گرامی نسبت خاصیت‌های شفابخشیش حرف میزنیم که امروزها زکام از شمال خوری است و حتما باید یادداشت شوم که اسرار اساسی فایده‌ناکی عسل از ترکیبی وابسته است
و فرمین ها امیلازا و کاتالازا خب البته که فسفاتازا که در یعنی ترکیب عسل هست اینها فایده دارند دیاستازا و ویتامین های C ویتامین E و البته پلیفنول ها دارند خب کسلات فولیوی دارد آهن دارد و ببینید که یعنی نهایت الیمنت های زیاد دارد و مینرال های زیاد دارد و اصلا مقدار زیادی میکرونوترینت ها دارد و همه این رو اگر ما ببینیم یعنی چگونه قبول کردن در کار است یک استکان آب شیرگرم آب خنک هم نه اگر خواهید که خراب شوید مرحمت با آب خنک اگر نوشید عسل رو خراب میکند ولی اگر خواهید که خوب قوت و بردم گیرید و مثلا خوب فربه شوید آب شیرگرم فراموش نکنید ولی یادداشت میشم که عسل از 45 درجه گرادوس بالا میسوزد برای همین ما یک عادت داریم تاجیکان که وقتی که میهمان میشیم در خانه خودمون عسل میگیریم یا عسل کور و عسل پرور هستیم چای گرم رو اندوخته که 90 گرادوس 80 گرادوس است بعد یک قاشق یا قاشق عسل رو گرفته ارالش کرده می‌نشیم تماما زهر میشود نیست میشود خاصیت‌های شفا بخشش گم میشود چرا چون که از 45 درجه یعنی عسل رو عسل آب کرده استعمال کردن یک زهر حاصل میشود یعنی گیدروکسیل متیل فرفرول همین زهر گیدروکسیل متیل فرفرول که از گرمی زیاد در عسل پیدا میشود بیننده گرامی برای ما هیچ فقط همون شیرینیش میموند خلاص برای همین یادداشت میشه همچون متخصص کسبی که در آب شیرگرم در یک روز تا 2 یا 3 مرتبه یک قاشقچگی اگر عسل رو سحر یعنی بعد 2 استکان آب شیرگرم نوشیدن اگر اول 2 استکان آب شیرگرم بنوشیم چون که وقتی که ما از خواب میخیزیم نیم لیتر آب ما بوق میشود توسط بینی شوشو توسط پوست بعد اون باز 1 استکان آب شیرگرم گرفته یک قاشقچه یعنی عسل رو میاندازیم البته ارالش میکنیم حل میکنیم هضم میکنیم و اگر در خانه لیمون باشد حتما نیم لیمون رو جفیده یعنی با عسل آب و اگر ما توانیم باز همون لیمون رو نمیپرتیم پوست وی رو چون که همون بیوفلاوونوید هایی که البته در یعنی لیمون هست که ما در برنامه‌های قبلیمون نسبت خاصیت های شفابخش لیمون از اون دل صحبت داشتیم بسیار عجایب می شود وقتی که عسل آب رو با پوست همون البته آب لیمون است با پوست همون رو جفیدگی پوست همون رو نیم لیمون رو اگر استعمال کنیم برای دل برای چشم برای روده برای معده نهایت فایده کلی دارد مگنی دارد آهن دارد ویتامین C که تاثیر بلند آنتی اکسیدانتی دارد خود عسل و دل رو قوت میبخشد جگر رو تازه میکند چشم رو تازه میکند و البته باستیاتوز و ورم جگر رو فایده میکند مبادله ماده ها رو در جگر خوب میکند اندوتلیای رگ های یعنی شوره های خون حرکت کننده که اگر فربه باشیم اگر در آن ترومب باشد اگر یعنی میکرو یعنی تراوما یعنی ترقش های میکروسکوپی خرد در درون رگ های شوره های خون حرکت کننده ما پیدا می شود و خلسترین های پاتولوژی زیچهشون پستر آمده در میمونند یعنی البته در همون ترخیش ها رس می شوند در میمونند و خلسترین یک عادتی بدی دارد که ایون کلسی رو میگیرد که در خون است میجفد و ایون کلسی چی می شود یعنی تروم حاصل میکند و همین خاطر تروم ها رو نصب میکند علت یعنی کس رو از کسلای ایشیمیوی اینفارکت البته که خوب رها میدهد و برای گرده برای دل برای فشار رو به تنظیم در آوردن برای خراب کردن برای زکام برای تاثیر بلندی ضد ویروسی دارد تاثیر بلندی ضد باکتریوی دارد تاثیر بلندی ضد زنبورهای پاتولوژی دارد استعمال خود عسل چه با کودکان چه با کلانسولان چه با مادرانی که خوشبختانه حامله‌دار هستند و بعدی مثلا البته تولید کردن استعمال عسل با لیمون با اون که من در بالا صحبت داشتم بهترین غذا است این نسبت عسل بود و عسل رو باز یعنی البته که 5-6 نموده یعنی محصولات دارد یعنی پروپولیس دارد که پروپولیس این تاثیر بلند ضد باکتریوی دارد یعنی اگر ما 20 گرم پروپولیس رو در 50 گرم سپیرت اندوخته یک هفته ایستاد در جای تاریک و محلول تیار می شود و حل می شود
و 20 چکرگی 3 بار اگر در همون آب نوشیم اگر با آب شیرگرم زخم معده رو صحت میکند، باکتری ها رو میکشد. ما میدونیم که زخم معده از باکتری هلیکوباکتر پیری پیدا میشود اکثریتش که سال 1983 علمای استرالیایی اون رو یعنی میکروبیولوژ ها آموختن، پیشنهاد کردن و آنها سزاوار مکافات نوبلی شدن. ببینید خیلی عجیب است. یعنی نفرانی که البته گرفتار زخم معده و روده دوزه انگشته هستند عزیزان دل و علائم شب و روز که اوج اون کسل ها پیدا می شود، تیرما اول زمستان و بعد بهار استعمال نوشابه اسپریتی پروپولیس بهترین است. خوب یعنی پرگه است، نان دارد، نان اصل است که خوب گرد گل هست، یعنی گرد گل هست، گرد اصل است. از گرد گل دیده پرگه فایده خوب دارد. اون را یک قاشقی اگر مثلا استعمال کنیم با آب شیرگرم بهترین است، فراموش نکنید. خوب برای دل، برای عصب، برای سلفه، برای شوش، برای تراخیت و برانخیت و برونخیکتاس ها و پلیوریت و پنیومونیا ها و نفریت ها و پیل نفریت ها و زخم معده روده و برای بیدارخوابی، برای استرس ها و دپرسیا ها و عجیبش آن است بیننده گرامی که مثلا همین زنبور یعنی در کانادا نگاه کنید، دقت دید خیلی راحت میکنید، در کانادا، در بلاروسیا، در روسیه، در امریکا و در ژاپن یعنی هیکل های زنبور هستند. در ژاپن 2 هیکل است، یکی با اون خاطر که اون یعنی نیست شده بود و دوم به خاطر که از یک گرد یعنی گل 200 تونه تیار میکنند. البته بغیر از این یعنی پرگه، گرد گل، خود پروپولیس و یعنی خود زنبور رو حتی گازانده یعنی اپیتراپی میگویند در حقیقت یعنی فایده خوب دارد. خب ما نسبت خاصیت های شفابخشی عسل و زنبور و دیگر پهلوها به خاطر که وقتی ما یعنی معین کرده شده است و با آخر میرسد ساعت های زیاد هم صحبت کردن ممکن است، ولی فکر میکنم که اگر امروز ها عسل، لیمون، البته خوب یعنی با چای اگر چای کبود یا که با آب شیرگرم یکی 45 درجه گرم نباشد استعمال کنیم، در حقیقت تمام درد و علت هایی که امروز ها شمال خوری است، ویروس ها است، اونها رو پیشگیری میکند و اگر بیمار هم شده باشیم یعنی یک شفا میبخشد، خوب مسئولیت رو بلند میکند. و از اون دل درست میشم که در برنامه امروزه یعنی نسبت خاصیت های شفابخشی یکی از مواد های خیلی شیرین و بولذت که میگویند که همه شیرینی ها زهر است بغیر از عسل، ولی عسلی که بیننده گرامی به یگان مبالغه که ما بهشتیان هستیم، دیار ما یعنی بهشت آسا است، عسلی که زنبور در دیار بهشت آسای ما کار میکند این عسل بهترین است. و عجیبش آن است بیننده گرامی که اگر زنبور نباشد همین گل و گیاهای ما، میوه‌جات و سبزیجات های ما، درختان ما اینقدر محصولات نمیدهد. ببینید عسل یعنی هم زنبور برای خودش کار میکند، هم زنبور یعنی همون گل های مثلا درختان و یعنی خوب البته رستنی ها رو باردار میکند که حاصل اساسی همه رستنی ها و درختزار های میوه دهنده که در خانه شما یعنی انگور و انار و انجیر و چهارمغز و پیسته و مویز دیگرها هستند، محصول کار علامه آروی خیلی معجزه‌ناک است که اینقدر همگی 40 روز عمر میبیند و در 40 روز همگی یک قاشق عسل حاصل میکند و او میفوتد و مادر زنبور باز تولید میکند و البته که یعنی زنبوران جوان اون زوچه ها رو میخورانند، میپشانند، کلان میکنند و ببینید که برای 1 کیلوگرم زنبور حاصل کردن یعنی عسل حاصل کردن زنبور 4 میلیون مراتبه بیننده گرامی خیلی عجیب است، برای 1 کیلوگرم یعنی عسل که زنبور حاصل میکند 4 میلیون مراتبه چندین کیلومترها رو طی میکند. خب البته این از بحر قطره بود نسبت یعنی عسل و استحصال کننده عسل یگانه یعنی البته نفر کسی که یا واسطه‌ای که عسل حاصل میکنه مواد غذایی حاصل میکنه برای انسان این آرو است. خب و در اینجا البته که با
یعنی انجام برنامه میرسیم و به خاطر تنجی و تنسیتی و خانوادگی شما باشد عزیزان دل و برنامه ما حسین انجام میبخشیم. سلامت باشید.